گلچین هفته. سلام. 72مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در بیات ترک اثر ابراهیم منصوری آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه سماعی اجرا کرده است. قطعه‌ای که شنیدید پیش درآمدی در بیات ترک اثر ابراهیم منصوری بود. حالا به تصنیفی در بیات ترک ساخته محمد رضا لطفی با صدای شجریان گوش کنید. کلام این تصنیف که به یاد عارف ساخته شده از سایه و تنظیم آن برای ارکستر از جواد معروفی است.
حالا سیما بینا قطعه معروف دشتستانی را با تنظیم فرامرز پایور برای شما می‌خواند.
جای پای بلال بلالو از اون ترسم که غافل پا نهیبم بشینم خاری مشگونم به پایت آرام جونم دردت به جونم
حالا به پیش درآمد و 4 مضرابی با نی حسن کسایی و تار جلیل شهناز گوش کنید. در این قطعه ضرب آبتین اجلالی هنرمندان ما را همراهی می کند.
در این قسمت برنامه تصنیف قدیمی باد صبا اثر حسام السلطنه مراد با شعر ملک الشعرا بهار را میشنوید. فرامرز پایور این تصنیف قدیمی را با گوشه سوز و گداز از آواز بیات اصفهان ترکیب و با صدای سیمین غانم اجرا کرده است.
به غیر از مهنت آزادی مبین و خراب آباد دل بی مقدم تو الهی هرگز آبادی مبین هفتاد و دومین برنامه گلچین هفته را با رنگ ابوعطا اثر حسین خان اسماعیل زاده به پایان میبریم. این رنگ زیبا را گروه سماعی به سرپرستی فریدون ناصری اجرا کرده است.
رنگ ابو عطا اثر حسین خان اسماعیل زاده را با اجرای گروه سماعی شنیدید و به همینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.